ماهی اسکار یکی از گونه‌های بارز خانواده سیچیلایتا است که حداقل در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و آکواریومداری نیست که اسکار و انواع آن را نشناسد. این ماهی خلق و خوی متعادل تا خشن داشته و جزو گوشخواران قوی جثه محسوب می‌شود. در ایران انواع مختلفی از آنها یافت می‌شود و بسیار محبوب هستند. برای خرید این ماهی و نگهداری آنها به صورت گروهی با سایر ماهیان همجثه توصیه می‌شود. از بچگی با گروه‌های مورد نظر بزرگ شود تا در آینده به مشکلی بر نخورید. خلق و خو متعادل و گاهی هم خشن، در صورتی که با سایر ماهیان گوشخوار قوی جثه مانند نایف، تگزاس و غیره نگهداری شود مشکلی نخواهید داشت. البته همانطور که در بالا گفتم بهتر است این ماهی را از بچگی با گروه‌های مورد نظر نگهداری کنید تا به هم عادت کنند. اسکار بومی آمازون، پاراگوئه و مناطقی از شرق ونزوئلا هستند. آنها ماهیانی هستند که در کف و در تمامی حجم آب در حال شنا میباشند. اسکارها در حالت طبیعی در آبهای کم عمق همراه با جریان ملایم و کف ماسه‌ای و یا گلی یافت میشوند. این ماهی‌ها بسیار باهوش هستند و قادرند که حیله‌های زیادی را از خود نشان دهند و به زودی قادرند شخصی که به آنها غذا می‌دهد را شناسایی کنند. به دلیل عمر زیاد، جانسختی، دستی شدن و غیره این ماهی‌ها نسبت به ماهی‌های دیگر محبوب‌تر شده است. اسکار ماهیان سخت‌جانی هستند و در شرایط بسیار سخت نیز حتی علائم ظاهری خاصی را نشان نمی‌دهند. با این حال بسیاری ممکن است تصور نمایند که این جاندار زیبا نیازمند مراقبت ویژه‌ای نمی‌باشد. اما هر جانداری نیازمندی‌های خاص خود را دارد و عدم مراقبت صحیح از این ماهی می‌تواند بیماری‌هایی در پی داشته باشد. اسکارها ماهیان نسبتاً پرخاشگری هستند. حتما شنیده که میگویند این ماهیان بدسرشت هستند. این شایعات از آنجا میآید که آنها سعی دارند هر چیزی که در مخزن است و در اندازه دهان آنها است ببلند. این ماهیان قلمرو طلب بوده و در هنگام جفتگیری این رفتار پرخاشگرانه آنها تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. برای نگهداری این ماهیان به مخزنی بزرگ نیاز دارید. بهتر است فریب هیکل کوچک آنها را در هنگام خرید نخورید. یک اسکار بالغ بیش از 1600 گرم و در هنگام جوانی میتواند بیش از 2.5 سانتیمتر در ماه رشد داشته باشد. بنابراین مخزن مناسبی را از همان ابتدا برای این ماهی در نظر بگیرید. توصیه شخصی من این است که اگر میخواهید اسکارها را با سایر ماهیان به صورت گروهی نگهداری کنید، بهتر است ابتدا سایر ماهیان مورد نظر مثل نایف، تگزاس و سایر ماهیان سازگار با این ماهی را به تانک مورد نظر انتقال داده و بعد از چند روز ماهی اسکار را به جمع آن اضافه کنید. یا بهتر است همه را همزمان به تانک انتقال دهید، چون اسکارها در صورتی که ابتدا به تانک معرفی شوند و با تانک خوب بگیرند سخت بتوان ماهی دیگری در کنار آن اضافه کرد. در ضمن بهتر است سایز اسکار شما کوچکتر از سایر ماهیان باشد، نه به اندازه‌ای که مدام کتک بخورد و نه به اندازه‌ای که همه را بزند. برای داشتن یک آکواریوم گروهی از اسکار و سایر ماهیان همگروه بهتر است همه را از بچگی کنار هم نگهداری کنید تا با هم بزرگ شوند و کمتر با یکدیگر حالت تهاجمی داشته باشند. آکواریوم اسکارها و سایر ماهیان گوشخوار به دلیل ریخت و پاش و کثیفکاری در هنگام تغذیه لازم است هر 2 هفته یک بار یا نهایتا ماهیانه سیفون شود. اسکارها به آبی تمیز، شفاف و با اکسیژن نیاز دارند. گاهی دیده می شود اسکارها در آب کثیف غذا نمی خورند. بنابراین آب تمیز و شفاف برای آنها حیاتی است. دکوربندی آکواریوم می تواند ساده تا تجملی با سنگ‌ها و دکورهای سنگی و گیاهی باشد. توصیه من این است که کمتر از گیاه طبیعی در آکواریوم اسکارها استفاده کنید، زیرا در هنگام جابجا کردن سنگ‌ها یا بازی با درختان آنها از بین خواهند رفت. زیرا اسکارها علاقه به جابجایی سنگ‌ها و گشت و گذار بین سنگ‌ها در حالت طبیعی دارند. اگرچه این کار را در زمان تکثیر برای تمیزکاری سنگ‌ها و کندن گودال برای تخمیری نیز انجام می‌شود. بنابراین شما دکور خود را طوری تنظیم کنید که مجبور نباشید چند روز یک بار مجددا آنها را درست و در سر جای خود قرار دهید.